با سلام خدمت شما آقای صالح حمید از شورای از سازمان حقوق بشر اهواز. شما در 22مین نشست شورای حقوق بشر که در مورد ایران داشتن صحبت می‌کردن شرکت داشتید. میتونید توضیحات بیشتری رو در این مورد به ما بدید؟ بفرمایید. دیروز در 22مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آقای دکتر احمد شهید گزارش چهارمشون رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تقدیم مجلس کردن و گزارش ایشون خلاصه از گزارششون رو قرائت کردن و در مورد وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران صحبت کردن، در مورد بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران، وضعیت ناگوار حقوق بشر در مناطق غیر فارس، مناطق کردنشین، عرب نشین، مناطق بلوچ و همچنین در مورد اقلیت‌های مذهبی صحبت کردند. اشاره‌ای داشتم به حکم اعدام 5 فعال فرهنگی عرب از مؤسسه فرهنگی الحوار که به معنای گفتگو هست که نظام جمهوری اسلامی اونها رو به اتهام محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده. آقای احمد شهید خواستار لغو فوری این احکام اعدام و اعاده دادرسی برای این 5 نفر شد. همچنین به حکم اعدام 2 نفر از فعالان کرد اشاره کرد و وضعیت زنان، وضعیت حقوق کودکان و سایر نقض موارد حقوق بشر در ایران بررسی شد. نماینده هیئت ایران هم محمد جواد لاریجانی هم در پاسخ خود به گزارش آقای شهید ایشون رو متهم به همکاری با گروه‌های تروریستی کردن و گفت که ایشون جانب این گزارش پشت این گزارش دولت‌های آمریکا و بریتانیا و متحدانشون هستند و اون رو در جلسه امروز هم آقای احمد شهید پاسخ دادن که ایشون تا به اکنون 35 بار درخواست همکاری برای جمهوری اسلامی و فرستادن و خواستار پاسخگویی مقامات قضایی و مقامات دولت جمهوری اسلامی نسبت به نقض موارد حقوق بشر در ایران شده که جوابی جز اتهامات دستگیر ایشون نشده و نمایندگان آمریکا و بریتانیا و کشورهای نروژ و اتحادیه اروپا نیز ادامه اعدام‌ها در ایران و وضعیت ناگوار حقوق بشر در ایران رو محکوم کردند. نماینده بریتانیا خواستار لغو احکام اعدام 5 تن فعال عرب اهوازی محکوم به اعدام شد. همچنین نماینده‌های دیگر کشورها از موضع احمد شهید حمایت کردند و خواستار تمدید مأموریت ایشون شدند. خیلی متشکرم.